سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه. در این ویدیو میخواییم حکایتی دیگر از سعدی رو با هم بخونیم و لذت ببریم از زبان شیوای سعدی و نکاتی که در دل حکایاتش بیان میکنه. باید اعتراف کنیم که سعدی یکی از چهره‌های بسیار تأثیرگذار در زبان فارسی است. اگر سعدی رو خونده باشید، شعرش رو، حکایتش رو، متوجه میشید که چقدر ما مثل سعدی داریم صحبت میکنیم. زبان صحبت کردن ما زبان سعدی است و همین کافی است که بزرگی و عظمت سعدی رو به همه ما نشون بده. پس ما رو همراهی کنید، در کانال ایران شهر بریم و حکایتی دیگر از سعدی رو بخونیم. خب دوستان، سعدی علیه الرحمه در حکایت شماره 36 در باب دوم در اخلاق درویشان گلستان میگه که درویشی به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود. طایفه اهل فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه همی گفتند. درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. یکی از آن میان به طریق ظرافت گفت: تو را هم چیزی بباید گفت. گفت: مرا چون دیگران فضل و ادبی نیست و چیزی نخواندم، به یک بیت از من قناعت کنید. همگنان به رغبت گفتند: بگوی. گفت: من گرسنه در برابر سفره نان، همچون عزبم بر در حمام زنان. چقدر ظریف اینجا به شوخی و به طنز داره حرفش رو میزنه سعدی. یاران نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند. صاحب دعوت گفت: ای یار، زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان سازند. درویش سر برآورد و گفت: کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان تهی کوفته است. خب این هم حکایتی دیگر از گلستان سعدی علیه الرحمه و چقدر زیباست و چقدر ظریف سعدی حرفش رو میگه، اون معنایی که میخواد برسونه رو بیان میکنه. امیدوارم که از این حکایت سعدی لذت برده باشید و ممنون که ایران شهر رو همراهی میکنید. لطف کنید لایک کنید، کامنت بذارید، نقدی، نظر و پیشنهادی دارید بفرمایید. مطلبی میخواید توصیه کنید یا مطلبی میخواید خونده بشه، بهش پرداخته بشه، حتما امر کنید و با سابسکرایب کردنتون این کانال رو حمایت کنید. پاینده و پیروز باشید. ممنونم.